اگه دنبال شهری میگردی که هم پر از تاریخ و فرهنگ باشه، هم باحال و پر انرژی، لیورپول یکی از اون انتخاب‌های خاصه. شهری در شمال غربی انگلستان، کنار رود مرسی، که قدمتش میرسه به حدود سال 1307 میلادی. اون زمان یه روستای کوچیک بود، اما حالا با جمعیتی نزدیک به 930,000 نفر تبدیل شده به یکی از مهمترین شهرهای بریتانیا. آب و هوای لیورپول چطوره؟ معتدل و قابل پیش بینی نیست. یعنی چی؟ یعنی بهتره همیشه با خودت لباس مناسب همراه داشته باشی. تابستونا دماش حدود 20 درجه است و زمستونا معمولاً سرده اما آفتابی. اسم لیورپول یک معنی جالب داره. از انگلیسی قدیمی میاد و به استخر گلالود اشاره داره. دلیلش؟ احتمالاً خاک رس قرمز رنگی بوده که رنگ آب رو تغییر میداده. از لحاظ اقتصادی، لیورپول یکی از غول‌های انگلستانه. از خدمات گرفته تا آموزش و بانکداری تا حتی گردشگری که یکی از منابع مهم درآمدشه. این شهر جزو 6 شهر پربازدید بریتانیا است و جالبه بدونی کشتی‌های کروز درست توی مرکز شهر پهلو میگیرن. حالا اگه اهل فرهنگ و هنر باشی، لیورپول یه بهشت واقعی برات. در سال 2008 پایتخت فرهنگی اروپا شد و بعد از لندن بیشترین تعداد موزه و گالری رو داره. تازه خیلی هم از این جاها رایگانه. هزینه سفر به لیورپول هم معقوله، از هتل‌های 45 پوندی تا غذای ارزون مثل چیپس و ماهی با 5 پوند یا یک وعده خوشمزه هندی فقط با 6 پوند. سیستم حمل و نقل عمومیش هم قابل اعتماده و اقتصادیه. یکی از افتخارهای بزرگ شهر، موزه بین‌المللی برده‌داری. تنها موزه‌ای توی جهانه که کامل به این موضوع پرداخته. مردم لیورپول هم بسیار متنوع و چند زبانه هستند. طبق آماری که در سال 2016 گرفته شده، بیشتر از 60 زبان مختلف هر روز تو این شهر شنیده میشه. جالبه بدونی قدیمی ترین جامعه چینی اروپا هم توی همین شهر شکل گرفته. اما برسیم به عشق همیشگی لیورپول، فوتبال. تیم‌های اورتون و لیورپول با افتخاراتی مثل قهرمانی در لیگ، جام‌های اروپایی و چمپیونز لیگ قلب تپنده این شهرن. شعار معروف هواداران لیورپول رو هم حتما شنیدی. You will never walk alone. یعنی هیچ وقت تنها قدم نخواهی زد. از جاذبه‌های تاریخی هم بگم، تالار سنت جورج که سال 1853 ساخته شده، اولین ساختمونی بوده که سیستم تهویه مطبوع داشته. خفن نیست؟ در آخر، اگه گذرت به لیورپول افتاد، حتما خورش مخصوصشون یعنی وست رو امتحان کن. یه غذای مقوی و سنتی با گوشت، سیب زمینی و هویج. لیورپول یعنی ترکیب فوق‌العاده‌ای از تاریخ، فرهنگ، فوتبال، هنر و البته مهمون نوازی. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، یادت نره لایک کنی، کانال رو سابسکرایب کنی و زنگوله رو بزنی تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی.